خبریه یارو الا کننگه، یه روز بگی جنگه، یه روزی منگه، یه روز میکشه پنجه، یه روز یه حالتی داره که مشنگه، قافیه‌اش تنگه، گاهی وقتا مثل موش میشه، گاهی خر لنگه، هی لگد میکوبه. کیو میگم؟ خامنه رو. اول سلام به شما در خبرب. راستش فکر میکنم به موضوع این گپ، دیدم از مقدم عید به این ور یه جورایی انگار شده بی حواس، یه حالت پاندولی، یه مدل خاص، یه روز تیغ میکشه، یه روز التماس. علت گیره که اینقدر توی اوته، سر یه دوراهی که حد دو طرف یه جورایی تشموته. چون کشتی لنگر کش میشه و مج میشه، از بیخ نظامش داره منجوری فرج میشه. اول عید اومد 15 آویزون بود، تو شک نیست. بعد که هاشم گفت دوره مذاکره از موشک نیست، تیغو کشید که بگه طولک نیست. بگیم آقا امروز روز موشک دیگه گذشته. نه آقا نگذشته روز موشک، روز موشک نگذشته. دشمن دائم در حال بروز کردن خود و آماده کردن خوده. ما اینجا ساده لوحانه خودمون رو عقب بکشیم که آقا ما موشک چیه؟ موشک میخوایم جای کنیم. روزگار موشک نیست. مثلا خواست یه نفس کش بگه، جوابشو بش بگه، ولی بذار همکارم بعدش بگه چی شد. آقای خبردار صدای ما رو دارید؟ بله حتما داریم. بعدش چی شد؟ باز الا کلنگ اونوری چرخید، سیدعلی ترسید. یه مالا چی شد 18 روز بعد از این یه را رفت دیدنی یا دید و بازدید. هی جو میداد بابا دوست باشیم نازی، با هم بریم بازی. اما کدوم مهمونی کدوم عید دیدنی؟ روحانی قر بود نیومد افتضاس. عید دیدنی رهبر همه پلاس، شیخ فری کجاست؟ با تشکر تموم وقت تماس. بله خب دیگه مهمونی تموم شد، ولی روحانی آخه توی جنگ با سیدعلی فردای اون روز حمله رو شروع کرد. خامنه گفته بود به آمریکا نکنین اعتماد، به غربیا نکنین اعتماد. شیخ فری اینجوری جوابشو داد: فکر افراطی به ما میگوید به هیچ کس اعتماد نکنید. فکر افراطی به ما میگوید به همسایگان هم اعتماد نکنید. فکر افراطی به ما میگوید به دوستان هم اعتماد نکنید. اعتماد نکنید ها؟ میزنن به هوا. بله رسیدیم به پایان اخبار خبرات. مخلص شما، تا بعد.